سلام بچه، من میخواستم سوروایول بازی کنم. بعدشم قرار بود قسمتی بذارم. الان یه قسمتشو میریم. هدفم پیدا کردن آیرونه. پس بریم. اول باید چند تا چوب بکنیم که اینم طول میکشه، باید صبر کنیم. این لانگ ویدیوه. به اول لانگ ویدیو خوش اومدین. یه دونه سیب از کریتیو برداشتم ولی مهم نیست سیب دیگه. اول باید تا هوا شب نشده چوبا رو بکنم. اگه لایک این ویدیو اگه سابسکرایب به 50 تا برسه کلی چالش میذارم، مود میزنم، مودا خفن اینا. پس لایک و ساب یادتون نره. چند تا چوب بکنیم. همچنان هنوز داره کم نمیشه. نه تبدیل کنیم از این یاروها. من اینو تبدیل کنم به کرافتین تیبل. من تبدیل کنم به اینا. 4 تا خوبه. یه لحظه من اینو بذارم زمین. بعدشم اینو میذارم اینجا. اینو ببندم، اینو بذارم اینجا، اینو ببرم اینجا، اینو میارم اینجا. خب الان کلنگ چوبیمون درست شد. الان اینو برم بردارم، اینو کرافتین تیبلم بذارم سر جاش. حالا هدف پیدا کردن سنگ پیدا شد. ایو به قول معدن. چند یوتیوبر ایرانی هست میخوام بهتون معرفی کنم. یکیش مدنه، یکیش عمو حیدره. مدن و عمو حیدر و عمو قیصر و رسول کرافت و زولبیا، اینا بهترین یوتیوبرن که من میشناسم. یوتیوبر ایرانی ها منظورم. فقط یکم طول میکشه، من این چند لحظه حرف نمیزنم اینا رو میکنم. یکم زیاد بکنیم، بعضی جاها میخوایم بپریم، اینا لازم میشن همه واسه اجاق و اینا. خب رفتیم تیبل رو میذاریم وسط. حالا تبدیل کنم به کلنگ چوبی. خب اوکیه، کلنگ چوبی درست شد. حالا اینو تبدیل کنم با اجاق. اینم از اجاق. من با گوشیم کامپیوتر لپتاپ اینا ندارم، ولی لپتاپ دارم، اما من که تو ایران نمیشه توش برنامه ریخت، واسه همین نمیتونم تو لپتاپ ماینکرافت بازی کنم. الان هدف اینه که بریم اون بالا. آیرون بالا چه خوب. کم خاک بکنیم، گرس بکنیم، بتونیم بریم بالا. بچه من حرف نمیزنم، تمرکزم به بازیه. ببخشید که اگه حرف نمیزنم، کم حرف میزنم. اما این صدا یکم گرفته دیگه، ببخشید. خب تو کامنت ها بگین لانگ ویدیو چی بذارم، من چیزی به ذهنم نمیرسه. اینا بکنم. حالا بریم بالا. اینجا
ببین بچه من یه چیزی زدم هنوز بارون نیاد موقع اسپام میشه یهو بدبخت میشیم. تو قسمت ها بعد هیچ چیزی نمیزنم حالا. این بچه خاک چیز خاک از اینا آیرون پیدا کردیم بچه ها. چقدر زیاده. ماشالله آیرون ها رو بچه هدف ویدیوم آیرون بود. تقریبا یکم آیرون پیدا کنیم بعد ویدیو تم میشه. ببخشید دیگه یکم کوتاه شد ولی آیرون ها زود پیدا شدن دیگه. دوغا رو بده بیم. بریم بالا. کلیور نه دیگه نه آیرون بازم ایوه. خب دیگه چه خبر. بریم تا نوک قله. این اصلا من اینو بردارم. ببخشید که کم حرف میزنم دیگه. کلاش خب کلاش که نه پریدن. بچه خوششانس امرالد چه خوششانس نیستیم. شانس میبینیم امرالد پیدا کردیم. امرالد چه کنده نشد. آهنا رو چه زیاده. حالا میخوام تنهایی بازی کنم آیرون پیدا نمیشه. بچه اینجا میکنیم. بذاریم اینجا اجاق برداریم تبدیل کنیم به از اینا بادم تبدیل کنیم. بعدش اینا برداریم حالا اینا بذاریم این وسط. بریم کلنگ آهنمونو بپزیم. بعد کلنگ یعنی کلنگ آیرونی هم درست کنیم. هدف ویدیو بعدی هم پیدا کردن ویلیجه. کلا میخوام 5 تا قسمت بذارم. شاید هم بیشتر شد. آخرین هدفمون کشتن دراگونه که هنوز ضعیفیم. باید وسایل جمع کنیم. تو اینا باختشم من هم حرف نمیزنم هنوز. بچه برنامه واسه مثل اینشات میشناسیم واسه ادیت کردن، واسه زیرنویس گذاشتن و اینا. تو کامنتات من بگین. یکم طول میکشه. صبر کنین. مشعلم درست کنیم بعدش با اینا. این چوب کلنگ رو درست کردم هم واسه کلنگ هم واسه مشعل. چقدر طول میکشه با پخته شد دیگه. تو هم
سپس تو آیرون چقدر زیاد آیرون پیدا کردیم. من امرالد رو کندم، چرا بهم نداد؟ کلنگ نکنه با کلنگ آهنه باید میکندم. صبر کنین 7 مونده به فضا. صبر. راسته بچه یه دو میکروفون یقه خریدم، یه دو پای میکروفون درست کردم، اینو زدم به پای میکروفون یقه یا منطقیه. اینم عکسشو میگیرم میذارم تو کانال، حتما لایک و سابم کنین. به نظرتون کیفیتش خوبه؟ من الان خیلی نزدیکم بهش، اگه کیفیت خوب نرمن یعنی خیلی نزدیکم. تو کامنت ها بگین دیگه دفعه بعد اگه کیفیت کمه یا صدا بده تنظیم کنم. با آیرنا دارم میپزم، صبر کنیم. 2 تا مونده. یکی بچه پخ بالاخره. اینو برداریم آیرنا رو. کلنگ چوبیم داریم میشکنم پایین تا بشکنیم بکنیم. ما اینو دیگه لازم نداریم، میزنیم وسط. اینه اینجا 2 تا میذاریم. این من دارم چی کار میکنم؟ میایم اینجا یه دونه باکت آبم درست میکنم واسه کلاچ کردن. تو اینجوری ساخته میشد دیگه. آره 3 تا آیرون 5 تا آیرون واسمون. 2 تا کلنگ آهنی هم درست کردم، چوبی هم که به درد نمیخوره همه باش میکنیم. این آیرنی هم بذاریم اینجا. الان مونده مشعل با چی درست کنیم؟ اینو بده بهم. اینو میذارم اینجا مشعل اینجوری ساخته میشد دیگه. آره بکنم. آره یه 2 زغالمون واسمون. بچه اینا رو درست کردیم تا الان. کلنگ چوبیشو نمیشکنه. بچه میدونستم قدرت کلنگ گلد یا همون طلا به اندازه قدرت همون کلنگ چوبی، همون زودتر میشه از کلنگ چوبی. پس یعنی حتما کلنگ آهنی به درست کنین اول کاری. بچه اگه طلا پیدا کردین اصلا هیچی درست نکن، بندازین دور. یا هم بدین به پیکلینا تو ندر، اونجا بهتون چند تا چیز میزدم. این چقدر خوشگله اینجا. شیدر خوبه، خوشی داره من ابرو. یه شیدر پیدا کردم خوبه به نظرتون. اگه شیدر میشناسین معرفی کنین. من اینو بزنم اینجا. سیب بخوریم بچه. تا قسمت بعد فعلا خداحافظ. لایک و سابم یادتون نره. گودبای.